کراسی کردن موتور پارت 5. برای بکس تو این پارت برنامس چیه؟ آقا میخوایم کاسه چراغ رو واز کنیم از روی موتور. واز میکنیم، مشکلی نیست، بریم برای باز کردن. برای باز کردن کاسه چراغ نیاز به یه دونه آچار 12 داریم. 2 تا پیچ این ور اون ورش هست، اونا رو باز میکنیم. بریم برای باز کردن. خب برای بکس همونجور که مشاهده میکنید کندیمش، فقط الان به کلی سیمین وصله که باید اینا هم باز کنیم روش به هر سختی که شده، ولی اب نداره باز میکنیم دیگه. شما فقط لایک کنید. برای بکس کاسه چراغ هم کندیم، بریم برای رخ نهایی کار. دوره که موقعی هست که حال هیچی نی، مثل من رو به ساقیا رسیدی دیگه، نه جایی وای کیپی، نه دیگه با کسی تیم میشی نیست چیزی. برای بکس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، ساب فراموش نشه. توی پارت های بعدی هم همراه ما باشید. چه شونده است.